وقت بخیر دوستان و همراهان عزیز. من برای این کار شوره‌ای با خامه میخواستم یک ترفندی به شما بگم که به همین زیبایی تو کار براتون اجرا بشه. اولین کار این که شما اندازه 300 گرم خامه میگیرین با اندازه 40 یا 50 گرم ژله بریلیو. اینا رو با هم ترکیب میکنید تا یه خامه صاف و یک دست به شما بده. شما اگه بخواید این خامه رو یک سره که از دستگاه آماده میکنه بگیرین استفاده کنین، یه ذره پاره شدنش زیاده. خب یه دستی نمیتونه به شما بده، واسه همین ما بریلیو بهش اضافه میکنیم که اینجوری یک دست بشه. بعدش دقت کنین، من کل قیفی که برای خامه استفاده کردم و یک ضرب تو دستم گرفتم که قطع و بست نشه. این کاری که انجام میدیم یک دستی خودش داشته باشه، یعنی یه حجمی از خامه رو گرفتم که کل کیکمو کاور کنم. حالا اون مدل بالایی که دادیم تو پکایی که زدیم دیگه دل بخواد دیگه، مدلایی که خودتون دوست دارین میتونین اجرا کنین برای کیکاتون. این روشی که جدیداً ترند شده و خواستم که نمونه کار رو به شما نشون بدم که شما تو خونه جایی داخل مغازتون بتونین این کار رو به زیبایی که میبینین اجرا کنین. ممنون از همراهیتون.